رویس. چگونه میتوان از درآمد اجتماعی رویس بهره مند شد؟ آیا شما مطمئن نیستید که حق بهره مندی از این کمک را دارید؟ ماشین حساب را در وبسایت fns.lu کشف کنید. به دست آوردن فرم به صورت دیجیتال در وبسایت صندوق ملی همبستگی fns.lu، به صورت کاغذی در میز خدمات صندوق ملی همبستگی FNS، ساختمان شماره 8 خیابان فوندری در شهر لوکزامبورگ. پر کردن فرم. وقتی که فرم در اختیار شما است، قبل از ارسال به FNS باید آن را پر کرده و امضا کرده باشید. شما همچنین می توانید فرم را با کمک کارشناس اجتماعی خود یا مستقیما در میز خدمات صندوق ملی همبستگی FNS با یکی از اعضای پرسنل پر کنید. آنها با خوشحالی شما را راهنمایی خواهند کرد. فراموش نکنید هر عضو بالغ از خانواده‌تان که می‌خواهد از این کمک بهره مند شود، باید این فرم را امضا کند. تکمیل فرم در صورت لازم. صندوق ملی همبستگی FNS اطلاعات فرم شما را بررسی می‌کند. در صورت عدم تکمیل، FNS با شما تماس خواهد گرفت. ارزیابی وضعیت شما. هنگامی که پرونده شما کامل شود، وضعیت شما ارزیابی می شود. اگر قادر به کار کردن باشید، یک دعوتنامه توسط پست سفارشی به شما برای حضور در آژانس توسعه اشتغال آدم ارسال خواهد شد. فراموش نکنید به سرعت به دفتر پستی خود مراجعه کنید تا نامه خود را دریافت کنید و در مصاحبه اجباری خود در آدم غایب نشوید. در صورت عدم حضور در مصاحبه، حق دسترسی به رویس را از دست می دهید. پروفایل سازی. آژانس توسعه اشتغال پروفایل شما را تعیین کرده و تصمیم می گیرد که آیا شما تحت پوشش آژانس توسعه اشتغال آدم و یا توسط دفتر ملی جامعه پذیری اجتماعی اونیس قرار می گیرید. از این لحظه به بعد شما می توانید از رویس بهره مند شوید.